مسئولان قلوردوی شاهین در زون شمال افغانستان میگویند که در جریان یک هفته گذشته در اثر عملیات نظامی سارده در ولایات جوزجان، فاریاب و سرپل بیش از 25 طالب مسلح کشته شده و ده تن دیگر مجروح گردیدند. ولی محمد احمدزی قماندان قلوردوی 209 شاهین میگوید که در نتیجه این عملیات ها شعارهای عمومی جوزجان میمنه که از دیر زمان به این سو به دلیل تهدیدات مخالفین مسلح دولت مسدود بود بازگشایی شده و ولسوالی دولت‌آباد ولایت فاریاب نیز از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده است. احصار به سرعت به پیش میرن. فعلا قطعات ما در دولت‌آباد هستند و چهار اطراف خرجات ولسوالی دولت‌آباد تصفیه و تراشی کردند. در مسیر راه توظیف هستند و از هر دو استقامت تحرکات ادامه دارد. قماندان قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان که در مراسم فراغت بیش از 700 سرباز اردوی ملی در مقر این قلوردو با رسانه‌ها صحبت می‌کرد گفت عملیات سارده را به دلیل محو لانه‌های تروریستان در ولایات فاریاب، سرپل و جوزجان هفته گذشته آغاز کردند که تا نابودی کامل پناهگاه‌های امن تروریستان در این ولایات ادامه خواهد داشت. مجیب رحمان حبیبزی، رادیو آزادی، مزار شریف.